بدون اینکه دست بزنی ظرف‌هات مثل نو میشن. با همین آب جادویی که از چیزایی که تو خونه داری درست میشه. من نصف لیوان آب برداشتم. بعد 2 قاشق بزرگ نمک ریختم توش. اول نمک رو خوب تو آب حل میکنیم. بعد باید سرکه اضافه کنیم. همون سرکه‌ای که برای چاومین استفاده میکنیم. یه قاشق بزرگ هم آب لیمو ریختم و خوب قاطی کردم. این شد آب جادویی ما. با این محلول میتونی ظروف مس و برنج رو تمیز کنی. اونم بدون اینکه با دست بسابی. تو ویدیو نشون دادم که یه ظرف کوچیک مسی رو فقط یه لحظه تو محلول زدم. یکم هم آب روش ریختم و فوری برق افتاد. بعد از اینکه از آب جادویی درآوردی، فقط با آب خالی خوب بشورش. مثل نو میشن. برای ضعف‌های پوجا عبادت هم خیلی خوبه، چون وقتی خیلی تمیز باشن قشنگتر به نظر میرسن. میتونی این محلول رو توی ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی نگه داری. حتی میتونی سر شعله‌های گاز رو هم بندازی تو همین محلول و شب تا صبح بذاری بمونه. عالی تمیز میشن، مثل روز اول. پیجمو فالو کن تا همه رازهای کاربردی تمیزکاری رو باهات به اشتراک بذارم.